سلام به چنل جدید من خوش اومدید. این اولین ویدئوی منه. خیلی خوشحالم که این کار شروع کردم و این ویدئوی من برای معرفی خواهد بود. اسم من محمده. دلیل من برای شروع این چنل پیشروی در زندگی خودم بود و کسب کردن تجربه توی این زمینه، در زمینه یوتیوب، آشنایی با دنیای یوتیوب و فان بودن قضیه از یه لحاظ دیگه کسب کردن تجربه واسه خودم. خیلی خوشحالم که این کار رو شروع کردم. قراره که در آینده خیلی ویدئوهای جذاب و باحال و گیمینگ، چالش، تمام ویدئوهای خنده‌دار بذاریم. برای اولین تجربه‌ام، یعنی اولین ویدئو که گذاشتم، این صرفا یه ویدئوی آشنایی بود، یه ویدئوی معرفی بود که کم کم که بریم جلو ویدئوها بیشتر قرار بیاد، بیشتر قرار جذابتر بشه، بیشتر قرار موفقیت این کار رو تو خودش نشون بده. و اینکه اصلا قبلا یه همچین کاری رو شروع نکرده بودم. این خیلی میتونه تجربه بزرگی باشه واسه من و دلیل این کارم برای پیشرفت در زندگی خودم، کسب کردن تجربه خواهد بود. در آینده قراره خیلی ویدئوهای خفنی درست کنیم با هم دیگه. به خاطر همین خواهش میکنم که از من حمایت کنید، سابسکرایب کنید، کامنت، لایک فراموش نشه. خیلی به من کمک میکنید اگه تو این راهی که وارد شدم منو ساپورت کنید، پشتیبانی کنید از من که بتونیم با هم دیگه این راه رو پیش ببریم. خیلی خوشحال شدم و نمیدونستم که باید چیکار کنم توی اولین ویدیو. به خاطر همین اومدم گفتم اول ویدیوی معرفی باشه، ویدیوها رو درست کنیم با هم دیگه و بذارم توی کانال. همین دیگه، نمیدونم چی بگم. خب اولین تجربه‌مه و نمیدونم نشون میده بی تجربگی خودمو، ولی خیلی خوشحالم که این کار رو شروع کردم. ایشالله بتونم که توی این راه پخته تر و پیشرفته تر بشه. و اینکه توی این ویدیوهایی که قراره بیاد، چون نمیدونستم که باید چه تولید محتوایی کنم، فقط میخواستم استارت کار رو شروع کنم، ویدیوهای گیم میذارم براتون، ویدیوهای چالش تو مینی چت میذارم براتون و ویدیوهایی که شاید خیلی متنوع تر بشه. توی این راه بیشتر بتونم با تجربه تر بشم و ویدیوهای قشنگتر و باحالتر و خنده‌دارتر و چالشی بیشتری بذارم. خیلی خوشحال شدم این راه رو شروع کردم. همبارم اینو گفتم، منو ساپورت کنید، پشتیبانی کنید از من با لایکاتون، سابسکرایباتون، با کامنتاتون که بتونم انرژی بگیرم و بیشتر براتون ویدیو بذارم. خیلی خوشحال شدم و برای ویدیوهای بیشتر منتظر بمونید. دوباره میگم با لایک و کامنت و سابسکرایبتون خیلی خوشحال میشم که منو پشتیبانی کنید. فعلا خداحافظ.